اگه تو هم دوست داری خیلی سریع گاناتو گل کنی، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام ستونای جنگ، توی این ویدیو براتون آموزش گل کردن گان به سریع ترین روش ممکن رو آوردم. حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. اگه با ویدیوها شاید خیلی خوشحال می‌کنید که لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید که اولین نفر از ویدیو بعدی من با خبر بشید. رفقا چمای گلش از خوشگل‌ترین چموها واسه گاناتونه که میتونید خیلی راحت به دستش بیارید، اما یکم زمان بره. اما با ترفندی که براتون آوردم میتونید خیلی سریعتر گاناتون رو گل بکنید. شاید در روز بتونید 10 تا یا حتی 15 تا گان رو گل کنید. ترفندش رو جلوتر بهتون میگم، اما اول از همه بریم سراغ اینکه ببینیم چطوری میتونید گاناتون رو گل بکنید. این گان من رو که میبینید SPR و ببینید هنوز چمای گلدش باز نشده. حالا بریم سراغ ایونت هایی که چمای گلد رو به شما میده. برای اینکه بتونید چمای گلد رو بگیرید باید 6 تا ایونت رو انجام بدید. اولی ایونتش اینه که شما 600 تا چیل بگیرید، حالا هر طوری که میخواد باشه. این ایونتش خیلی آسونه. حالا بریم سراغ دومین ایونتش. توی ایونت دومی بازم شما باید چیل بگیرید. این بار باید 50 تا چیل بگیرید ولی به صورت هیپ فایر. یعنی همینجوری باید برید با هیپ فایر گانتون 50 تا چیل بگیرید که اینم خیلی آسونه خدایی. توی سومین ایونتش شما باز هم باید فقط چیل بگیرید، اما این بار 80 تا چیل بگیرید از راه دور. یعنی از این فاصله تقریبا زیاد شما باید با این گان چیل بگیرید. که جلوتر بهتون میگم اون فاصله باید چقدر زیاد باشه. حالا بریم سراغ چهارمین ایونتش. توی ایونت چهارم شما باید 125 تا چیل بگیرید، اما با فول اتچمنت، یعنی روی گانتون هر چقدر چه لازم اتچمنت بذارید، بعدش برید با اون گانتون 125 تا چیل بگیرید که اینم خیلی آسونه خدایی. توی پنجمین ایونت ما شما باز هم باید چیل بگیرید، اما این بار شما باید 100 تا چیل بگیرید به صورت هدشات، یعنی 100 نفر رو به هدشات کنید. که جلوتر بهتون میگم چطوری خیلی آسون و سریع این ایونت رو هم انجام بدید. حالا بریم سراغ ششمین و آخرین ایونت. ایونت آخر خدای خیلی آسونه. شما باید 80 تا چیل بگیرید بدون اینکه اتچمنت روی گانتون باشه. دیگه ایونت از این آسون‌تر نداریم خدایی. برای اینکه همه گاناتون رو گل کنید ایونتاشون همینه، یعنی هیچ فرقی نداره به غیر از دو تا گان که اسنایپ و شاتگان هستن. توی شاتگان ها همه ایونتاش همینه، فقط به جای دومین ایونت یه دونه ایونت جدید داره. توی این ایونت شما باید دو تا انمی رو چیل کنید، بعدش خودتون چیل بشید. بذارید خیلی راحت‌ترش کنم براتون. شما میرید داخل موتی، دو نفر رو چیل می‌کنید، بعدش با نیدایی که دارید خودتون رو می‌کشید. این کار رو باید 30 بار انجام بدید تا این ایونت تکمیل بشه و چمای گل رو بهتون بده. حالا بریم سراغ اسنایپر. توی اسنایپر بازم به جای دومین ایونت یه دونه ایونت جدید داریم که توی این ایونت شما باید 45 تا انمی رو وقتی بزنید که در حال استایل هستن، یعنی دقیقاً اون ثانیه که انمی ها استایل زدن شما باید انمی ها رو بزنید. که خدای سخت ترین ایونت برای باز کردن چمای گلده. این از آموزش گرفتن چمای گلد. حالا بریم سراغ ترفندهایی که به شما کمک میکنه خیلی سریعتر چمای گلد رو باز کنید. ترفند اول اینه که شما نیازی نیست اول از همه برید اون ایونت اول رو انجام بدید که میگه 600 تا چیل بگیرید. ایونت اول رو نمیخواد نگران باشید، برید سراغ ایونت های بعدی که میگه مثلا با فول اتچمنت 120 تا چیل بگیرید، یا میگه بدون اتچمنت برید چیل بگیرید، یا میگه از راه دور برید چیل بگیرید. اول از همه اینا رو انجام بدید، بعدش برید سراغ ایونت اولی که میگه 600 تا چیل بگیرید. برای اینکه شما وقتی برید بقیه ایونت ها رو انجام بدید خود به خود ایونت اولی هم انجام میشه و دیگه نیازی نیست نگران این باشید که چطوری 600 تا چیل رو بگیرید. دومین ترفند واسه وقتی شما میخواد اون ایونت رو انجام بدید که میگه از راه دور چیل بگیرید. برای انجام این ایونت شما فقط کافیه به مپ فایرینگ رنج بیاید و برای اسنایپر از اینجا اون انمی‌ها که اون ته هستن رو بزنید. برای بقیه گان هم فقط کافیه از اینجا اون انمی‌ها که اون آخر هستن رو بزنید. یه ایونت دیگه هم هست که توی اون ایونت شما باید انمی‌ها رو هدشات کنید. برای انجام این ایونت فقط یه ترفند خاص وجود داره و بخش بستگی به سطح بازی خودتون داره. ترفندش هم اینه که از این اسکوپ استفاده کنید، چون این اسکوپ بهترین اسکوپ واسه هدشات دادن و معمولا اکثر انمی‌ها با این اسکوپ راحت ترن. اما اگه فقط میخواد چیل بگیرید بهترین مپ واسه شما مپ شیپمنته، چون این مپ نسبت به بقیه مپ‌ها کوچیک‌تره و خیلی راحت‌تر میتونید انمی‌ها رو بزنید. اگه همین ترفندها رو استفاده کنید و از اون دست آدمه باشید که خیلی زیاد کال آف پلی بدید، میتونید در روز بالای 10 تا گان هم گل کنید و یه جوری درآمدزایی هم میتونه برای شما باشه. واسهتون عزیزان این بود از ویدیو رو که از این ویدیو لذت برده باشید. اگه با ویدیو حال شدید حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا اولین نفر از ویدیو بعدی من با خبر بشید. مرسی که این ویدیو رو دید. میبینمتون تا ویدیو بعدی. فعلا بای بای.